بگو که در ملکوت خدا با چه چیزای عجیب هست؟ مترسه برای بیجور، زیرا پدر سخاوتمند شما را ملکوت عطا کرده است. مال خود بفروشید و زر به گدایان صدقه کنید، انبان دیرپای برای خود پیدا کنید و در افلاک گنج شایگان بهر خویش اندوزید. نه دزدش به یغما ببرد، نه فرسوده شود. و آنجا که گنج شماست دلتان نیز آنجاست. ای زن، شاد باش که درد تو درمان می شود. بینید، نگاه کنید، شفا یافت، معجزه، معجزه، درمان یافت. زنا میگویم آسمان را پروردگار 18 سال آشگار خدا نگهبانت. 6 روز به ما برایم زحمت داده. یکی از این روزها برای شفاست، فقط روز شنبه نباشد. ریاکاران، مگر شما روز شنبه بند خیر یا برزگاه خود باز نمی کنید و با بشخور نمی برید؟ اما اون دختر ابراهیم را که ابلیس 18 سال بسته بود مگر نبایستی؟ و روز شنبه از بند رهاندن.